تو این 70 سال گذشته کره شمالی یکی از فقیرترین، تحریم شده ترین، منزوی ترین کشور روی زمین بوده. نه اقتصاد خوبی داره، پول، صنعت، اقتصاد کاملا با جان قطع شده. با وجود چندین راه تحریم بازم کره شمالی تونسته پاورجا باشه. چطور ممکنه؟ North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized today. When I was growing up in North Korea, I never saw anything about love stories between men and women. No books, no songs, no press, no movies about love stories. There is no Romeo and Juliet. Every story was propaganda to brainwashes about the king dictators. When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime, watching a Hollywood movie. I was warned by my mother not to even whisper. The birds and mice couldn't hear me. I admitted I thought the North Korean dictator could read my mind. We wanted to live as humans. کندی کره شمال تحریم دورافتاده کمونیستی افرادی و کشورهای زیادی در ارتباط نیستند. پس چطوریه که طبق آمار موجود 10 میلیارد دلار در سال خرج ارتش میکنه؟ پس این پولا را از کجا میاره؟ یا خرچهای معمولی کشور از کجا تامین میکنه؟ گفته شده اون 10 میلیارد که خرج ارتش میکنه بین 30 تا 40% تولید ناخالص داخلی است. این نشان میده که در بین کشورهای دنیا که بیشترین پول که نسبت تولید ناخالص خرج ارتش میشه و متعلق با کره شمالیه. بریم ببینیم چطور پول در میاره. کره شمالی مثل کره جنوبی منابع زیرزمینی خاصی نداره، یعنی از لحاظ منابع اصلا کشوری پولدار نیستن. اما کره شمالی یک مقدار زغال سنگ و آهن پیدا میشه، اونم نه اونقدری که بخواد صادرات آنچنانی داشته باشد. همون یه مقدار زغال سنگ و آهن میپوشن به چین. بعد از جنگ کره و جدا شدن این شبه جزیره، کره شمالی تنها درآمدش همون یه مقدار زغال سنگ و آهن بوده که 95% آن را میفروختن به چین و آن 5% آن را خودش استفاده میکرد. امورات کره میگذرد تا میرسیم دوران کیم جونگ اون. در این دوران کشور یک هزینه بزرگ پیدا کرده، ساخت سلاح هسته‌ای، و جالب اینجاست که سلاح را میسازه و آزمایش میکنه. با آخرین آزمایش کره در سال 2017 اتفاق افتاد. بعد از این اتفاق کل دنیا این کشور را تحریم کرد، حتی چین. مهمترین تحریم توسط شورای امنیت و سازمان ملل تصویب میشه. طبق این قاطعنامه هیچ کشور حق نداره از کره شمال زغال سنگ، آهن و غذاهای دریایی خریداری کنه. یعنی دیگه کاملا تحریم. اون 95% زغال سنگ و آهن که چین میخرید اونم ماند روی دست خودش، هیچ کس نمیخرد. این باعث شد اقتصاد خراب کره شمالی خرابتر و خرابتر بشه. گرسنگی در این کشور گسترش پیدا کند. برای همین دولت کره شمالی با چین تماس میگیره. بابا یک کاری بکن، زغال سنگ و آهن ما رو دیگه نمیخری. چین میگه اون تابلویه، زغال سنگ و آهن نمیتونم بخرم. اگر میخوایی چیزی بدی که ما بخریم بزن تو کار ریش سبیل، مورچه مصنوعی، کلاگیس. میتونیم راحت با ما بفروشی. جالب اینجاست که موهای واقعی را از چین وارد میکنه. کره شمالی با موهای مصنوعی تبدیل میکنه، بعد میره به چین و چین میفروشه به دنیا. خلاصه اگر چین نباشه کره شمالی تمام میشه. تازه احتیاجات اصلیش هم از چین وارد میکنه، چیزهایی مثل برنج، کود شیمیایی و مواد غذایی. دیگه چین تحریم های کره شمالی را نادیده میگیره و یه جورایی نمیگذاره کره شمالی بمیره. خلاصه چین محصولات این را زیر بیزی میخ. دولت کره شمالی هزینه‌اش را ردیف میکند. خوب نمیشه وضعیت معلومش.
طبق اعمالی که گوگل ارائه میده 42% جمعیت کره شمالی گرسنه به معنی این که سوء تغذیه. اما کیم جونگ اون زیاد اهمیت نمیده، ظاهرا پیونگ را تمیز نگه داشته و باقی کشور را داغون. کره شمالی خیلی هم سعی میکنه توریست بکشن به کشور تا بتواند درآمدش افزایش بده. با این وجود پیشرفت کار نیست. توریست میاین خیلی کم که میترسن بیاین. اینجا یک راه دیگری درآمد کره شمالی که در بین مردم خودش هکر استفاده میکنه. یعنی وقتی میبینه یکی توانایی هک کردن داره میگه بیا سر کار، فقط هم تو یک رشته هکر لازم داره. هک کردن کیف های رمز ارز یا والید کریپتو. بیشترین تمرکزشان گذاشته روی رمز ارز. حالا چرا هکرها مخصوصا هکرهای کره شمالی بیشتر دنبال کریپتو هستند؟ چرا پولهای معمولی را در بانک نمیدوزند؟ برای اینکه پولهای بانک میتونه راحت برگشت بخوره، اما کریپتو وقت رفت دیگه رفت، هیچ وقت نمیتونه برگشت بده. خیلی از کارشناسان میگن در سال 2024 همین هکرهای دولت کره شمالی نزدیک 1 میلیارد و 300 میلیون رمز ارز که بیشترینشان بیت کوین بودن دزدیدن. این رقم باور نکردنیه برای هک کردن، واقعا جور در نمیاد، چون کره شمالی کشور 26 میلیونیه و هزینه این همه آدم‌ها به حداقل هم حساب کنیم خیلیه. اگر کلی هک 2024 حساب کنیم 60%ش توسط هکرهای کره شمالی انجام شده و 40% آن باقی دنیا. برای کشوری که مثل کره شمالی تا آخر تحریم رمز ارز و کریپتو بهترین چیزه، چون آنها براحتی به دست میاد، بلکه براحتی هم میتونه خرجش کنند. و یک کارهای دیگری که دولت کره شمالی سالهای پیش تباهر دارد و داره خوب انجام میده چاپ $100. معلوم نیست که این فناوری را از کجا گیر آوردن. $100 هایی را چاپ میکنه که 99% واقعا اسکناس ها که کره شمالی چاپ میزنند یا راست میفرستن کاظم های مکاو. اونجا خیلی راحت شو میشه. واضح گفته میشه درآمد $100 کره شمالی 25 میلیون دلار برای یک کشور درآمد بزرگه، ولی بیشتر هم نمیتونه پشتشویشان سخت و اگر هم بخواهن بیشتر از این چاپ بدنه ممکنه دولت امریکا جدی بشه، چون خیلی رو اقتصادش اثر میگذاره. و یکی دیگر درآمد کره شمالی را که تعریف میکنن ولی نمیدونیم واقعی یا نه، این که اونا متافیتامین نامداره میسازن و از طرف دیپلمات میرسانن به کشورهای دیگر، چون میدانین که یک دیپلمات نباید در فرودگاه بازرسی بشه، یعنی که بهشان هم نگاه نمیکنن. این قانون بین المللی است که بهش میگن مسئولیت دیپلماتیک. این دیپلمات ها کیفشان پر متافیتامین میکنن، وارد کشور مورد نظر میشه، میرن شیشه پخش میشه تو اون کشور. البته بعضی معتقدن کره شمالی از سال 2006 به بعد قاچاق متافیتامین را متوقف کرده. البته یک درآمد جدید هم برای کره شمالی ساخته شده، اون این که جنگ اوکراین به روسیه سلاح میفروشه و از اون طرف 20,000 سربازش فرستاده به روسیه که با اوکراین بجنگه. کره شمالی با اجارهش پول را از روسیه میگیره. از طرف دیگه کره شمالی از مردمش به عنوان برده هم استفاده میکنه. یعنی مثلا یک دفعه 2000 نفر میفرسته روسیه برای ساخت ساز. این کارگرها پول نمیگیرن، فقط غذا و جا خواب دارن. پول اصلی را به دولت کره شمالی میده. البته کره شمالی برده‌هاش به لاوس و چین هم میفرسته. اطلاعات غیر موثق میگه دولت کره شمالی برای هر برده ماهیانه $1000 میگیره. با وجود اینکه دولت کره شمالی از راههای بسیار غیرقانونی پولهای کثیف وارد کشور میکنه، مردمش خیلی از این پول ندیدن. 95% از این پول خرج توسعه ارتش کره شمالی و همینطور حقوق ارتشیان و رهبر کره شمالی کیم جونگ اون میشه. اگر در وبسایت بین المللی IQ یعنی اینترنشنال IQ رجستری را نگاه کنیم، کره جنوبی دومین کشور باهوش دنیا است. با وجود مردم کره شمالی هم همین مردم کره جنوبی است، اما از همه لحاظ عقب مانده‌اند. در صورتی که این کشور در باهوشترین قسمت دنیا قرار گرفتند. چین، ژاپن، کره جنوبی رنگ قرمز تیره است، یعنی بالاترین IQ را دارد به صورت متوسط.